احمد. بله صدای من میاد؟ من رو میشنوید؟ داره گپ زنه. من هم این استودیو رو هیچ سرپم نرفتم. ولی سوال من خب همچنین است که شما درباره شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب و ابن تیمیه چی گفتنین؟ صدای من هست؟ سوال من شنیدید؟ نه صداتم کنده شد. بله، سوالی من درباره شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب و ابن تیمیه است. شما چی گفتنی هستین درباره همین دو شخصیت؟ یعنی اینها چون که محمد ابن شیخ الاسلام گفته دو، ابن تیمیه گفتید بعد از اون. اینم شیخ الاسلام میگیم، اونش هم شیخ الاسلام رحمهم الله میگیم. نیاز شما محمد ابن عبدالله و شیخ الاسلام گفتید بعد ابن تیمیه گفتید. موجود من خطا یعنی کردم، یعنی از در زبان در لفظ نگفتم، در لفظ در نزد من شیخ در الاسلام. نظر شما ظاهرا بله. بعضی آدما در زندان هم بعضی برادرها بودن اگر نام محمد ابن عبدالله بگیرن شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه میگفتن، بله. ابن تیمیه میگفتن. بعد گویا که شیخ الاسلام ابن تیمیه در پیش محمد ابن عبدالله هیچ کسی نیستن. گویا این فرق اینها بی‌نهایت کلان است. اون زبانمون نمیگردد به شیخ الاسلام گفتن غیر شیخ الاسلام ابن تیمیه دیگر کسی. محمد ابن عبدالوهاب یک عالم حنبلی بودند، یک عالم حنبلی. یگان چیزی نویگری همین آدم نآورده است. هر چیزی که در کتاباش گفته است از دیگرها نقل کرده است. لیکن خیلی بعضی دشمنا گرفتن واهمه کردن، اینقدر به واهمه هم نیستن. بنابراین من یگان مراتب سخن همین آدم نقل نمیکنم. برای چی؟ برای آنکه ما بزرگان داریم مانند امام بخاری. شیخ الاسلام اگرچه سال 700 مثلا سال 661 به دنیا آمدن، 728 گذشتن. محمد ابن عبدالوهاب سال 1206 از دنیا گذشتگی هستند، یعنی 200 سال پیشتر. وقتی که همین سخن امام بخاری گفته است، امام شافعی گفته است، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه گفتیان، امام مالک گفتیان، برای چی ما از یک آدمی متأخر نقل کنیم؟ این آدم یگان چیزی نو نگفته است که ما سخن این آدم نقل کنیم. یعنی باید انسان اگر ترازوتان نباشد، ترازویی که علم مردم رو میسنجد، به این خیلی چیزا داده نشوید. بعضی ها آخر نادرست به اهل علم بها میدهند. ما با ابن اصلا تیمیه هم همچنین بهایی که به شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب میتیم، به شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله میگیم. شیخ الاسلام ابن تیمیه رو ما نگفتیم که ابن تیمیه یعنی که علمشان از محمد بن عبدالوهاب پایان است. بله، ما اگر که شیخ الاسلام البته نگفتیم، این دلالت نمیکند که ما ابن تیمیه رو از محمد بن عبدالوهاب پایان دانستیم. من از شما هم قدر سوال کردم که آیا در مورد عقیده همین دو شخصیت محمد بن عبدالوهاب و ابن تیمیه رحمه الله چی گفتنی هستین؟ عقیده هاشون خوب است؟ مثلا رساله هایی که محمد بن عبدالوهاب نوشتن، کتابایی که ابن تیمیه نوشتن، آیا عقیده هاشون، اعتقادهاشون چی گونه است در نزد شما؟ اعتقادشون درست است. درست است. پس سوال نوبتی این است که محمد بن عبدالوهاب یک رساله دارن با نام معنی الطاغوت. شما چی میگین در خیر. مورد رساله همین که در اینجا میگوید که اعلم رحمك الله تعالى أن أول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، والدليل قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. که البته ترجمهش هم نکنیم، شما خودتون معنیش میفهمین که اولین فرض الله میگه بالای تمام انسان ها. بله. وقتی که قرائت کردید از کتاب قرائت کردید؟ نه، از کتاب نه، از خونده بودم هم که. از حفظ؟ بله، از حفظ کردم. بله. آزی گفتید که اعلم رحمك الله، خوانید یا بار؟ برای چی؟ برای آنکه شما آزی گپی که محمد ابن عبدالوهاب نگفت اینجا داخل کردید.
خیر من داخل کردم. یک گپی دروغ اضافه کردید. آها بیایید این یک بار میخونم. اعلم رحمك الله تعالی. اعلم رحمك الله تعالی. خب باز اینجا توری است. انا دومشو میخونم. ان اول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. شو اول اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفتید؟ من اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ندارم. من در اول آیت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفتم، در آیت رو خوندم. چی مشکل است؟ من به نام الله این یگان فکر میکنم که این دلالت نمیکنه که من در قول شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب یک چیز خوش کرده باشم. من در خواندن آیت اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفتم. یک آدم میخوانید همون چی خیلی که هست همون خیلی میخوانید. اگر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم آورده باشد میخوانید. برای آنکه شما گفتید که الله سبحانه و تعالی گفتید و بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، الله تعالی 1000 سال به نمیگه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یگان مراتبه نگفته است. این آیه قرآن هم نیست اعوذ بالله من الشیطان. این سخنی قاری است. این سخنی الله نیست اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله تعالی پناه طلب نمیکند به خودش از شیطان رجیم. شما الله تعالی گفت در قرآن گفتید و اعوذ بالله من الشیطان الرجیم گفتید. فهمیدید؟ همچنین آیتی هم است که الله سبحانه و تعالی میفرماید که هرگاهی که شما من این آیت رو خود این سخنی گفتم نه، بلکه الله سبحانه و شما یک دقیقه من رو گوش کنید. بیایم ما به اصل موضوع داخل شیم. سوالی من همچنین بود که در این موردی که از نام یک آدم کتاب یک آدم میخونه یک حرف هم اضافه نکرده از کتابش خوانید. اگر قبول اضافه نمیکنیم. اضافه نمیکنیم. قبول است. اضافه نمیکنیم. آن چیزی که در رساله است همون رساله را خواندم. و اعلم رحمك الله تعالى ان اول ما فرض الله على ابن آدم الكفر بالطاغوت والإيمان بالله والدليل قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. یعنی که اینجا میگه شیخ الاسلام که بدون الله سبحانه و تعالی تو را رحمت کند. اینا اولین فرضی که الله سبحانه و تعالی بالای تمام بنی آدم فرض کرده است این کفر بالطاغوت و ایمان به الله هست. و دلیلش هم میگیرن سوره نحل آیت 36 که اینجا الله سبحانه و تعالی میفرماید که یعنی به تحقیق به تمام امت به هر یک قوم ما رسول فرستادیم برای چی؟ ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، یعنی یگانه الله را عبادت کنن و اجتناب از طاغوت کنن. من در این رساله یک نقطه دیگرش برای شما میگم، شما میره معنی داد کنین. یعنی این رساله زیاده از 2 ورق هست. در قریب که آخر رساله شیخ الاسلام محمد ابن عبدالوهاب میگه که واعلم ان الانسان لا يصير المؤمنا بالله الا بالكفر بالطاغوت. و اینجا میگه که بدون که هر آینه انسان مؤمن به الله نمیشود مگرم با کفر ورزیدن بر طاغوت. و دلیل هم میگیرن و دلیل قول تعالی لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی، که البته این آیات سوره بقره 256 است. شما گفتن که اعتقاد محمد ابن عبدالوهاب نزد شما قبول است، اعتقاد خوب است. شیخ الاسلام ببینید که همینجا اولین فرض الله را به تمام انسان ها بیان میکند که بدونید که اولین فرض الله بالای تمام بنی آدم ان کفر بالطاغوت است. آیا یک انسان مثلا شما در دعوتاتون ما مثلا نگاه میکنید دعوتاتون سوال جواب دارین در مسائل باب فقه، سوال جوابتون بله خوب رفته است. آیا یک انسان مسائل فقه را مسائل فروع را بجا آورد ولی اصول را بجا نیاورد، کفر بالطاغوت را بجا نیاورد، آیا همین انسان مسلمان حسابیده می شود یا که نمی شود؟ سوال من همین گونه است. شما با مقصد استفاده در آمدید یا که با مقصد انتقاد کردن؟ من میخواید شما دانید که من با چی مقصد در آمدم. اگر مقصد انتقاد باشد مقصد یگانه من همین است که سوالی یعنی اصل سوالی من همین است که به خاطر چی شما در باب فروع دعوت میکنین، صحبت ها میکنین و در اصول در اصل دین صحبت نمیکنین و اولین فرضی که
تمام رسولان علیه السلام به سوی همین چیزی که الله فرض کرد دعوت کردن، شما همین برای مردم بیان نمیکنید. سوال همچنین است. در اون صورتی که الله سبحانه و تعالی میفرماید که ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک ولتکونن من الخاسرین، که الله سبحانه و تعالی بر رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که ای محمد بدون که ای محمد ما به تو وحی کردیم و دیگر از رسولانی که پیش از تو بودن نیز وحی کردیم. چی بود وحی الله سبحانه و تعالی؟ لئن اشرکت لیحبطن عمل. اگر با الله شریک قرار بدین تمام اعمالتون حبطه می شود. یعنی امروز اگر یک نفر نماز برپا دارد، روزه بگیرد، زکات بتید، حج بکند، خیر صدقات، تمام اعمال فروع انجام میتید، ولی اصول نداشته باشد، البته ضد شرک این توحید است که توحید رکن یکمی لا اله الا الله، این کفر به طاغوت است. شما برای چی به اصل دین دعوت نمیکنید؟ همین رو من میخوام بفهمم. کی من به اصل دین دعوت نکردم؟ من تا به امروز شما کتاب بخاری درباره چی است؟ من تا به امروز از درس‌های شما درباره کفر به طاغوت، اولین فرض الله که البته اینجا شیخ الاسلام 5 تا سر طاغوت رو بیان میکنن با دلیل از آیات قرآن، من نشنیدم از شما. امروز به نهایت در جامعه ما نگاه کنید، به نهایت در جامعه ما امروز یک ویروسی کلان این طاغوت هست که یکی از همین سران طاغوت الذی حکم بغیر ما انزل الله، و دلیل قوله تعالی که الله سبحانه و تعالی الله سبحانه و تعالی میفرماید که و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. بله صدای من معقم شد، صدای من شما خاموش کردین. الله اکبر الله اکبر.